Hello guys, salam dostum. Today we are going to have a class about nouns. Okay? امروز ما یک درس درباره irregular nouns یعنی اسمهای نادرست برای شما تیار کردیم. Okay? I am Mahdi with you. Let's go. پسان نگاه کنید. ما اسمهای نادرست رو چی خیلی میفهمیم؟ Okay? So irregular nouns, they do not follow the rules how to make the plural form of the nouns as we add s, es, ies or ves. Okay? و همین اسمهایی که من امروز برای شما پیشنهاد میکنم اینا از همون اسمهایی که هستن اینا را در شکل جمع s یا اینکه es یا اینکه ies یا اینکه ves گذاشته نمیتونم. Okay? یعنی اینها کدوم ها هستن؟ Let's see. میبینیم men, women, policeman, policewoman, fireman, postman. اینها همون اسمهایی که چی میشن؟ اس گذاشته نمیشن. در شکل جمع اینها چیکار میشن؟ در شکل جمع فقط یک حرف این همون چیکار میکنه؟ عوض میکنه میشود شکل جمع. Okay? این حرف کدوم حرف است؟ نگاه کنید. So here we go. Men در شکل جمع چی میشود؟ men. فقط حرف ای رو ما گرفتیم با ای عوض کردیم شد شکل جمع. مرد مردها یا اینکه women women. این آوازش در شکل جمع کمی چی میشود؟ دیگرگون میشود تلفظش. نگاه کنید. women در شکل تنها ما گفته استادم women. در شکل جمع چی میشود؟ women. Okay? یا اینکه policeman policemen. دیدم؟ یا اینکه policewoman policewomen. یا اینکه fireman firemen. آوازهایش یک خیلی است لیکن در شکل جمع فقط چی است؟ ای. و در شکل تنها چی است؟ ای. اوکی؟ یا اینکه دیگرش postman postmen. اوکی؟ اینها یکی از اسمهایی که هستند چی؟ اینها اس گذاشته نمیشن. اوکی؟ Let's continue to other nouns which they don't take s. دیگری اسمهایی که ما نگاه میکنیم نگاه کنیم. Child, person, mouse, louse, ox و foot, tooth, goose, sheep, fish, deer. اینها چیکار میشوند در شکل جمع؟ نگاه کنید. Child در شکل جمع میشود children یعنی کودک کودک ها. Person people, mouse mice, louse lice, ox oxen. Okay? These are some nouns which do not follow the rules of adding s, es, ies and ves. Okay? و باقی موندهش نگاه میکنیم. باقی مونده که در اینجا هست foot, tooth, goose, sheep, fish, deer. foot در شکل جمع چی میشه؟ نگاه کنید. foot, feet. Yes, یعنی پای ها. یا اینکه tooth, teeth, goose, geese, sheep, sheep. اینها یک جمع اسمهای دیگره که چی در اینجا هیچ چیز نمیشود. در شکل تنها هم باشد همین خیلی میستد. در شکل جمع باشد نیست همین خیلی میستد. sheep, sheep, fish, fish, deer, deer. اوکی؟ اینها یک چند اسمهایی که چی است؟ اس گذاشته نمیشود. اینها در شکل جمع همین خیلی میستند. اوکی؟ و شما میتوانید که از یاری انامین ها چیکار کنید؟ درست گپ زنید و درست نوشته کنید و در هر جایی که لازم میشد استفاده برید. اوکی؟ Thank you for watching. Do not forget to click like and subscribe of course. Okay? Bye. See you next class.